بنای یک مکتب میانه در نویه عبدالرحمن جومی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان در شاهدی دهها خواننده مکتب چاپ شده است. بنا به اطلاع رادیوی آزادی این حادثه پس از نصف روزی 11 فوریه در مکتب رقم 31 دهه وحدت نویه جومی زمان روی داده است که خوانندگان در مکتب حضور داشتند، ولی چند لحظه پیش از خراب شدن بنا صنفخانه ها را ترک کردند. در این مکتب نزدیک 300 خواننده تحصیل میکنند. حسن تبارف مدیر معارف نویه عبدالرحمن جومی گفت که آموزگاران و خوانندگان پیش از حادثه ریختن خاک از بام مکتب را مشاهده کرده زود صنفخانه ها را ترک کردند. به گفته او آموزگاران فرصت یافتند که برخی حاجت‌های مهم مکتب را نیز همراه خود بیرون کنند. 3 صنفخانه پورا خراب شده است و بنا کارنوشای هم گشته است. میز و کرسی ها و تخته های بام را از خاک بیرون میکنند، گفته است مدیر معارف. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این نویه گفتند که مکتب دهه وحدت نویه جومی هنوز سال 1957 ساخته شده در حالت صدموی قرار داشت. مقامات نویه عبدالرحمن جومی گفتند خوانندگان را برای ادامه تحصیل از مکتب چاپ شده به بنای مسجد میبرند که چند سال پیش غیر رسمی اعلان شده درش را بسته بودند. در ولایت ختلان که کلانترین ولایت تاجیکستان است، دهها بنای مکتب ها هنوز در دوران SSSR ساخته شده باقی مانده است. به گفته مقامات اکثر آنها به تعمیر و بازسازی نیاز دارند، ولی دست کم 10 مکتب در این ولایت در حالت صدموی قرار داشته خطر هر لحظه چاپ شدنشان وجود دارد.